تباه شدن تمامی زندگی خانم نقمه در کشور امریکا، آتش گرفتن تمامی استی، خانه و زندگی نقمه در لس آنجلس امریکا و گریه های این خانم هنرمند دلیل جدا شدن نقمه از همسر دومش چی بوده است؟ نقمه تمامی کنسرت نقمه در کشور امریکا و حالت بد نقمه که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نقمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. بانو نقمه عاشقانه هنر موسیقیش را از سن نوجوانی تا کنون به پیش میبرد. بیشتر از هزاران پارچه آهنگ دارد. آهنگ‌های نقمه بارها مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفته است. این هنرمند جوان تا کنون دوبار ازدواج کرده است. هر دو ازدواج نقمه ناموفق بوده است. همسر اول نقمه آقای منگل بوده است که در سال 2006 با داشتن 5 فرزند از منگل جدا شد. بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. ازدواج دوم نقمه هم از هم پاشید. خواهر دومش فرزندی نداشته است. اکنون بانو نقمه هنرمند مشهور در کشور امریکا زندگی میکند. زندگی نقمه در کشور امریکا خیلی مجلل و لاکچری بوده است. تازه تصاویر وی در صفحات مجازی نشر می شود که تمامی خانه های نقمه در کشور امریکا آتش گرفته است و وی در حالت بد روحی و روانی در شفاخانه بستری است. من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران بانو نقمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید بس کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را والله منان امانت گذاشته. موفق و کامیاب باشید.